دگل بهزبونه پفچونان دنافبره آلین شرکرده لی دورا روجهلتا حلبه ولاتین سیویل عالی هری زررمندن و دنها دا ولاتی لسر بنمای نتوی لوی دورتین گرتنو کشتن. جدما دست بکرنا اپراسیونا من بجش عالی هیزا سوریا دیمقراط و گو هیزن کردی بجدارن تیدا. چکدارن داعشه لی دورن گو هیناجی دبن کنترولا ویدنا لی گندواری من بجو بابه دست کرنا بگرتنا ولاتین کرد. روانگاه سوری جبو مافی مروان راگهاند. گرتنا ولاتین کرد لی گندین بابه بردواما و حیان ها زیدت جنه 100 کس هاتنا گرتن دنافوان دا جنو زارو کنا و داعش او به آلی کاری کرنا هیزن کردی تهمت بار کرنا. روانگه دیار کر داعش کسین گرتی جبو زندانین خوا هروها جبو کولانا خندقه لآلی راعی برنا و حیان ها 13 کس جوان بدست داعش هاتنا کشتن. هروسا پنجن دنجی دما خوستنا براون بگولین داعشی هاتنا کشتن. روانگه ده بیاننامه خود ترسا خوش انجام دانا کم کجیه لهم بر کسین کرج آلی داعشی ولی سر بنمای نتوی نشان دا و دا خوش آلی شرکر کر ولاتین سیویل دور بگرنج شروع پفچونان. هر لی برای روجهلاتا حلبین نیزی که 1000 کسین دنیین سیویل کارینج باجارو کامنو بجید در کهون و خواه بگهنن دورین دبن دسته هزین سوریا دیمقراط دا به ویکی هجمارا کسین گوش من بجید در کتنا جبو 9000 کس بلند بو لهی ناجی به 10,000 کس دناوان من بجید مانا آسی و چکدار داعش ناهلی او خلق در کهون وان وک مرتال زندی لهم بر حسد و بالافرین ها پیمانان بیکار دهنی ولی گوری روانگاه سوری دی 25 روزین درباز بویدا 104 ولاتی سیویل به گولین آلین شرکر لی من بجی هاتنا کشتن. ابراهیم آدم این آرتی